آب سرخ. دقت کردی؟ کلی از کتابا درباره شجاعت و ماجراجوییه. حالا میبینی چقدر با اینا سرگرم میشی. مطمئنی هرچی لازم بوده به خاله مارگاریتا گفتی تا نره؟ باید منم میرفتم. این دوتا رو جا گذاشتی. خیلی ممنونم. اگه کمک خواستین بگین. دکتر هنوز من نکرده که چیزایی سنگین بلند نکنه. حامله ای؟ بله، من و ارنان داریم بچه دار میشیم. پس تبریک میگم. ممنونم. خیلی خوب. آلونسو به جون بریم. اگه به چیز دیگه احتیاج نداری منتظرم، من باید برم. نگران نباش، راه خروج رو بلدیم. آلونسو بریم دیگه. تا بعد. فعلا. قربان، یه قاتل خطرناک از دیوان خونه سن کارلوس فرار کرده. میریم دنبالش قربان. یه نامه از خانم مارکیز رسیده قربان. میتونی بری. ارنان عزیزم، یه بار دیگه به کمکت احتیاج دارم. گوشواره یاقوت کبودم تو اتاقم جا مونده. کمیسر قربان، دنیا ایرنه. کنت اولسون میاد دنبالشون. خواهش میکنم اونا رو بده بهش. اون تا چند روز دیگه میاد شهر، چون درشگه خودشو در کمال مهربانی داد به من تا سفر راحت تری داشته باشم. نخواستم جلوی مارکیز چیزی بهت بگم، اما واسه چی برنگشتی؟ چون نمیخوام کاتالینا، چون دیگه تصمیممو گرفتم. ترجیح میدم به آینده فکر کنم تا به گذشته. ولی وقتی برسیم شهر درد سرات بیشتر از الان میشه. خب حالا که گونزالو بهت گفت که نرو، نمیخوای یکم بیشتر به حرفاش گوش کنی؟ واسه رفتنت هیچ شکی نداری؟ چرا باید شک داشته باشم؟ آره دیگه، چرا باید شک داشته باشی؟ تو که اصلا حرفای گونزالو واسه اهمیتی نداره. شاید میخواست بهت بگه دوستت داره. خانم، چنده شاوره، زودتر از اینجا بریم. خانم 2 دقیقه بهم وقت بدین، مثل آینه تمیزش میکنم. به جان تمیزش کنیم. بیاین بشینین. این مبل فرانسوی اتاقتون نیست، اما واسه مدت کوتاهی اینجا استراحت کنین. اینجا چنده شاور کاتالینا. ترجیح میدم تو درشک منتظر بمونم، ولی این خوکتونی رو تحمل نکنم. نگهبان، نگهبان، نگهبان. درو ببند. چی شد؟ کاتالینا برو یه چیزی بیار. برو. کاتالینا چه خبره؟ کاتالینا به نگردنید. فشار بدید. خدای من، چه بلایی سرمون داریم برد. خیلی دیر کردین رئیس.
تو قصد چه خبر بود؟ مارکیز خواسته بود چند تا از کتاباشو بردارم و کمیسر داره پدر میشه. کمیسر داره پدر میشه؟ خب پس اینطوری دست خالی بده، باید یه کادوی چیزی بهش بدیم. ساتور من فقط میدونم ما از یه خانواده ایم. درسته. خب منم میدونم. دیگه کمیسر خیلی دیر کرده بود نه؟ اون خیلی خوب موقعی با خانم ایرن ازدواج کرد. میخواین اسم برادرزادتون رو به نمودار اضافه کنم؟ نه ولش کن. مطمئنی؟ ببین یه جا باز هستا زیر این علامت خواهرتون. البته مدت زیادیه که ازش خبر نداریم. بین این همه رمز و رازا یه سری میرن یه سری هم میمونن، ولی در نهایت ما تنها میمونیم. ساتور الان خیلی کار دارم. باشه؟ رئیس قبل از اینکه رو کتابات تمرکز کنی میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم. چی شده؟ برای اولین بار خودم دست به کار شدم. رفتم کتابی که دست اون سوارکاره بود و برداشتم. بقایای خون روشه. خب ساتور شاید یه نفر موقعی ورق زدن کتاب دستشو بریده. رئیس من نمیدونم که الان شما بیشتر یه عاشق یا یه قهرمان. ولی ساتور آره مارگاریتا رفته و ممکنه دیگه هیچ وقت بر نگرده، ولی ممنون میشم اگه هر دقیقه اینو نگی. باشه معذرت میخوام، عذر میخوام. ببخشید که عصبانیتون کردم، ولی درباره این فکر نکنم کسی موقع ورق زدن دستشو بریده باشه. نه؟ این مال سومه فرانسیسکوییه. فرانسیسکویی؟ ببینین رئیس من میگم که این کشیشا رفتن تو کار قصابی و دارن خوکای بیچاره رو سر میبرن. همیشه فکر میکردم که بالاخره از این ایده انقلابیتون که تو حوض گلمیه داشتین دست میکشین، ولی ببین تو داری دستی که بهت نون میده رو با عصبانیت گاز میگیری. شاید فراموش کردی دوست قدیمی که تنها چاره یه سگ هار قربانی. سالها باهات خوب رفتار کردن کاردینال. میدونی که شکم پرستی جزو گناهان اصلیه؟ البته نمیتونم گناهان اصلی رو فراموش کنم، روزانه ازشون لذت میبرم. خوشحالم که اینو میشنوم فرانسیسکو منداسا، ولی هیچ وقت انجیل واقعی رو نمیدم. اگه این کارو نکنی اون کتاب ضررهای جبران ناپذیری به کشیش‌های ما وارد میکنه. اونا رو از ایمان محروم میکنه، چیزی که بیشتر از همه باید باورش کنن. مردم باید واقعیت رو بدونن که عیسی خدا نبود، یه مرد معمولی بود مثل ما. یه کنجکاوی دقیق بدون شک، اگرچه زیاد هم واقعی به نظر نمیرسه. همین هفته گذشته تفتیش عقاید مردی رو که همین عقاید تو رو داشت با سوزاندنش مجازات کرد. وقتی انجیل واقعی چاپ بشه دیگه کسی از مجازات خدا نمیترسه. اونا ترسشونو از دست میدن و تو ثروتتو از دست میدی. اگه پیش از امشب کتابو بهم ندی خواهی مرد. نگهبانا، شاگرد تو باعث میشه حرفمو باور کنی. ببینم مردم و واقعیت بیشتر از جونت برات ارزش دارن. بذارین تا ازش خداحافظی کنه و بعد از اینجا ببرینش. نمیخوام توی قصبوی مرده بپیچه.
بچم حالش چطوره؟ ایران خونریزی زیادی داره. انقباضش هم شروع شده. اگه متوقف نشه بچم میمیره؟ برای گفتن یه همچین چیزی هنوز زوده. هر کاری میکنی بکن ولی بچم رو نجات بده. ببخشید، اومدم گلا رو عوض کنم. نمیدونستم شما اینجایین. بعدن میام. نه نرو، میخوام باهات صحبت کنم. دکتر دیگه داره میره، خیلی کار داره. من میرم با اجازه. چه کمکی میتونم بهتون بکنم قربان؟ کدوم خدمتکار مسئول شستن زمینه؟ قربان ما شیفتی کار میکنیم. امروز صبح کی بوده؟ متاسفم نمیدونم، من سر کار دیگه ای بودم. پس همه خدمه رو جمع کن تو آشپزخونه. باشه. اینجا خدا هم وجود نداره. این یه نوع حرف زدن ها. زیاد بهم توجه نکنیم. من عذر میخوام. ساتور مواظب باش. ای رئیس تو رو خدا اینجوری نیا. این کتابا مربوط به قرنها پیشن و کشیشا اونا رو ترجمه و کپی میکنن. به خاطر نادونی منو ببخشید ولی کپی کردن به نظرتون کار غیر مسیحی نیست؟ جرم محسوب نمیشه؟ فکر نمی کنم که این نویسنده ارسطو خوشش بیاد که نوشتهاشو کپی کنن. نه خوشش نمیاد. منم بودم خوشم نمیاد. نه ساتور، برای اعطای شایستگی این کارو نمیکنن. این کارو میکنن تا ما هم دانشمون به اونا برسه. اینم حرفیه. هرچی باشه اونا دارن کار مفید انجام میدن. نه نه فکر نمی کنم. رئیس یا خدا چه کشتاری. چی میگین پدر؟ پدر آلخاندرو اونا بردن. برای چی؟ چی ازش میخواستن؟ پیداش کردن. پدر چی رو پیدا کردن؟ پنجمین. پدر گفت پنجمین. ولی پنجمین چی؟ دیگه صدا نمیاد. یعنی رفتن؟ احمق نباش کاتالینا، اون برمیگرده. این روشش برای وارد شدنه.
خب اگه برگرده و بیاد تو، ما از خودمون دفاع میکنیم، اون 1 نفر و ما 3 نفر. تو اینطور فکر میکنی؟ با کدوم سلاح؟ اونو جمجمه نگهبانو 2 نیم کردن. اونی که بیرون انسان نیست، اون یه حیوونه. با مشت و لگد نمیتونیم پیروز بشیم. پس باید کمک بخوایم. کمک! مارگاریتا آنا صدامونو نمیشنون. ما از جاده و دارش که خیلی دوریم. چی کار کنیم خانم؟ همونی که مارگاریتا گفت، باید کمک بخوایم. کاتالینا برو. اما خانم، لوکرسیا اگه بره اونو میکشن. خانم، انگار فراموش کردی من کیم. مجبورم بهت یادآوری کنم من رئیستم و تو خدمتکار منی. اگه نری خودم میکشمت. منم باهات میام. تو همینجا میمونی. خواهش میکنم مارگاریتا، اگه بیاد تو، یکی بس باشه تا ازمون محافظت کنه. کمکم کن. پنجمین. خیلی چیزا 5 تایی هستن. خیلی چیزا. 5 رئیس مطمئنین که گفت 5مین؟ معمولا کشیشا موقع مستی این لفظو به کار میبرن. فهمیدم برای چی آلخاندرو رو بردن. یعنی اینقدر آسون بود؟ من دارم خودمو میکشم، اون وقت شما با خوندن کتاب تونستین معما رو حل کنید. پدر آلخاندرو زندگیشو وقف تحقیق روی کتابی کرده که معروف به انجیل واقعیه و معتقد انجیل 5می هم وجود داشته. اون همین نظر رو داشته و این خیلی خطرناکه. صبر کن رئیس. یعنی چی که 5 تا انجیل وجود داشته؟ من تمام عمرم 4 تا انجیل میشناسم: متی، مرقس، یوحنا، لوقا. 5مش دیگه کجا اومد؟ همیشه بوده ولی از همون مخفیش کردن. یهودا. یا خدا، یهودا همون کسی که با بوسه خیانت کرد؟ آلخاندرو ادعا میکنه که در اصل انجیلا 5 تا ولی کلیسا همه رو کرده به جز این یکی. رئیس همینطوری دارین واسه خودتون استدلال میکنین، تهمت نزنید دیگه. به خاطر این بود اونو بیرون کردن، چون اون فهمیده بود که عیسی مسیح فرزند خدا نبوده. صبر کنین دارین میگین که تو اون نوشته شده که عیسی مسیح یه آدم بوده مثل همه ما، مثل سیپریانو، مثل من؟ آره، پس معجزه‌ای هم نبوده. تو میدونی که انجیل تفسیر شده؟
همه اون چیزایی که گفته شده حقیقت نداره. رئیس عیسی روی آب راه میرفته، لازارو رو دوباره زنده کرده، نون و ماهی و چند برابر میکرده. عین روز روشنه که همه چیز واقعیت بوده. ساتور، همچین معجزه هایی وجود نداره. چرا رئیس؟ وجود دارن. خدا وجود داره، عیسی هم فرزند اونه، وجود دارن. چون ما به امید اونا نیاز داریم، ما به اونا احتیاج داریم. این زندگی به حد کافی سخت هست، پر از بدبختی هست. باید بدونیم که بعد از این زندگی چیز بهتری هم در انتظارمونه. آره، ما باید حقیقت هم بدونیم. به هم نگین که بعد از اون همه رنجی که کشیدین به این فکر نکردین که اون بالا دوباره پیش زنتون برمیگردین. باید برگردیم به سومه. شاید اونجا چیزی باشه که ما رو به پدر آلخاندرو برسونه. آره، حق با شماست رئیس. پدر آلخاندرو رو نجات بدین، برین انجیل رو پیدا کنین، همه زندگیتون رو نابود کنین، ولی رو من حساب نکنین. من باهاتون نمیام. ماریا رو ندیدین؟ نمیدونین کجاست؟ ماریا تو باید بری، کمیستر داره میاد پایین، میخواد بدونه کی آب ریخته رو زمین و خانم ایرینا افتاده زمین. من آبو نریختم، من فقط زمین رو تمیز کردم. فرقی نمیکنه، به حرفت گوش نمیده. بدو همین الان هر چی میتونی از اینجا دور شو. اگه تو رو پیدا کنه میکشتت. ولی آخه کجا برم؟ داره میاد، بدو زود باش. هر کاری داریم بذاریم بمونه. همتون درباره اتفاق وحشتناکی که برای همسرم افتاد خبر دارین. میخوام بدونم کدوم بی دست و پای آب ریخته رو زمین. قربان، ما اینقدر تعدادمون زیاده که نمیدونیم کی چی کار کرده. برای این یه دستوره. اشکال نداره، الان درستش میکنم. این اولیش بود، تو هم دومیش میشه. این کارو نکنی، خواهش میکنم. ماریا بود، اون این کاری کرده. هیچی دیده نمیشه، ولی میدونم که اون بیرونه، مثل یک گرگ منتظر تومشه. اون بر میگرده. خانم حالتون خوبه؟ خدا رو شکر. یه تفنگ. اون پره. حالا چیزی داریم که میتونیم از خودمون دفاع کنیم. خدا به دادمون برسه. دعا کردن و بذار کنار. خدا نمیخواد اینو ببینه. وقتی این حرومزاده بیاد تو صورتش شلیک میکنم. تمومش کن. فکر میکنی میتونی اینطوری با همون رفتار کنی؟ ها؟ ما تو قصر تو نیستیم، توی پناهگاهیم و داریم میمیریم. اینجا مارکیز بودنت به هیچ دردی نمیخوره. مارگاریتا، در مقابل مرگ هممون یکسانیم. تو فکر میکنی کی هستی؟ مارگاریتا ولش کن. مارگاریتا
خواهش میکنم نه خواهش میکنم بیا زود باش بگیرش. تکان بخواه. بیا تو رو خدا به خاطر خدا میکنم. تو رو خدا چیکار میخوایی با من بکنی؟ من نمیرم ولم کن. خفه شو. تو رو خدا دیگه تو نشد. تو زنده ای عزیزم. بذار ببینم حالت خوبه یا نه. میتونی راه بری؟ آره. خیلی خوب. تو اینجا چی کار میکنی؟ دارم باهات میام وین. زیر درشک مخفی شده بودم. چی؟ آره دیگه زیر درشک مخفی شده بودم. چون دستشویم گرفته بود دیدم راننده داره چرت میزنه. من از فرصت استفاده کردم و اومدم بیرون. آره دقیقا. خب دیگه آروم باش. رئیس تو مارگاریتا کجا؟ اونا تو کلبه بیهوش افتادن. خیلی خوب باش. ببین من باید برگردم زیر درشکه. نمیتونم بذارم منو ببینن. رسیدیم اونجا میام پیشت. باشه راننده رو بیدار کن، ازش کمک بخواه. ببخشید شما رو ندیدم. متاسفم. چی شد؟ شما حالتون خوبه؟ نه هیچی. منو یاد یه نفر انداختی. صبر کنید کار من نبود. من اونا رو زمین نریختم. صبر کنید منو نبرین. بگیرینش و ببرینش پای چوبه دار. همین امشب میمیره. خواهش میکنم کار من نبود. من زمین سالن رو تمیز کردم ولی کار من نبود. من آب رو زمین نریختم. خواهش میکنم. این کمترین چیزیه که لیاقتشو داری. اگه بچم بمیره همه خانوادتو میکشم. ببرینش. کار من نبود. آلونسو بریم. تا بعد.
مریم مقدس. تشریفاتو بذار کنار کاردینال. چطور شد پدر آلخاندرو تونست فرار کنه؟ دلیلی برای نگرانی ندارین اعلی حضرت. فرار کرده ولی بر میگرده و انجیلو بهمون تحویل میده. توضیح بدین. شما بهتر از هر کسی میدونین که خانواده نقطه ضعف هر مردیه. سورپرایز عجیبی بود وقتی فهمیدم که مادر پدر آلخاندرو در یه دهکده در کوهستان زندگی میکنه. مجبور اونو با انجیل عوض کنه. همینطوره. الان دیگه افرادم اونو از خونش بردن. امیدوارم همینطور بشه. اگه این انجیل به دست مردم بیفته اونها به وجود خدا شک میکنن و بعدش هم به سلطنت شک خواهند کرد. بذارینش به عهده من. نه کلیسا و نه سلطنت هیچ کدوم دوست ندارن که مردم این فکر رو بکنن. بسیار خوب. پس خودت ترتیب همه کار رو بده. ای پدر آسمانی که بر کارهای ما ناظری، ما را هدایت بفرما. چه بوی خوبی، چی کار میکنی؟ همون کار همیشگی. نه نمیتونم، اصلا نمیتونم شلغم رو خورد کنم. شما حتی به پدر و پسر و روح القدس هم اعتقادی ندارین. مواظب باش، ممکنه ماریانا بشنوه. من انجیل پنجم رو پیدا نکردم. خب ولی جملتون رو تموم کنین، تمومش کنین. چی؟ پیداش نکردین ولی هنوز دارین دنبالش میگردین. اگه یه چیزی رو شروع کردین بالاخره باید تمومش کنین. شما تمومش میکنین، مطمئنم. به گشتنم ادامه میدم ساتور. ولی میخوام کمکم کنی. تو این شانسو داری که با حقیقت آشنا بشی ساتور. نمیخوای این کارو بکنی؟ حقیقت همون چیزیه که اکثریت باورش دارن. فقط همین رئیس. همیشه میگفتی میخوای گابی زندگی بهتری از تو داشته باشه. چه بهتر این زندگی پر از واقعیت باشه تا خرافات. نه شما اصلا متوجه نیستین چی دارین میگین. نمیخوام حقیقتو بدونم، نمیخوام. ساتور، حقیقت بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی اهمیت داره. تو امروز صبح رفتی سراغ اون کتاب. تو سرنخی رو پیدا کردی که ما الان دنبالشیم. خب پس اگه من خودم پیداش کردم خودم هم حلش میکنم. بذارین همینطوری بمونه. آخرش هم تو دادگاه خداوند مقصر پیدا میشه. باهات درباره خدا حرف نمیزنم. نمیخوام قانت کنم که باور کنی یا نه. فقط میخوام به اندازه کافی معلومات داشته باشی تا بتونی برای زندگیت برنامه‌ریزی کنی. من نمیخوام هیچی رو برنامه‌ریزی کنم. همینطوری هستم خوبه. با چیزایی که دارم خوشم. دوست دارم سوسیس بخورم. دوست دارم از خونه خودم برم بیرون. دوست دارم خورشیدو ببینم مثل همه مردم. ولی تو مثل بقیه نیستی. برای اکثریت مردم مهم نیست خوندن بلد باشن، اما تو خودتو به زحمت انداختی. هر روز ازم یه کتاب گرفتی تا چیزای جدیدی یاد بگیری. کسایی این کارو میکنن که میخوان بهتر باشن. عجب زبونی داری شما. باشه بهتون کمک میکنم کتابو پیدا کنی، ولی گوش کنی. بعدش میخوام بدونم باهاش چی کار میکنی. شلغما. گونزالو بیا، زیر بالشت بود. دارن یه بیگناه و ناعادلانه میکشن پدر، ولی اون من بودم که آب ریختم رو زمین قصر مارکیز. بچه کمیسر داره میمیره، منم میرم اونجا تا خودم رو معرفی کنم. دوستت دارم پدر. وای بدبخت شدیم یا خدا. کمیسر پیش زنش نیست. برم ببینم پیش اسبا نیست. عجله کن خواهش میکنم، خیلی فوریه.
زود از اینجا برو بیرون. جناب کمیسر اون وقتی لیز خورد زمین خیس بود. از کجا میدونی؟ آلونسو چرا اومدی اینجا؟ زن کمیسر حالشون بده، مگه نمیفهمی؟ صبر کن، پسرت داشت بهم یه چیزی میگفت. کاری که میخوان بکنن ناعادلانه است پدر. اونا آره باید میدونم. آره پسرم مثل من مجازات فیزیکی رو باور نداره. خیلی خوب دیگه برین. پس دکتر کجاست؟ فوراً بیارینش. دیگه همه چی تموم شد، نگران نباش، آروم باش. شانس آوردی که اون کشاورزه بهت کمک کرد. الان کجاست؟ میخواستم ازش تشکر کنم. اون رفت. تا که میدونی قهرمانای واقعی نمیخوان کسی بشناستش. حرکت میکنیم. لعنتی. خوابیدی؟ باید قبل از حرکتمون نعلا رو چک میکردی. وقتی برسیم وین برای این کارت مجازات میشی. فکر نکن میتونی قصر در بری. خانم مارکیز، به نظرم چیز زیاد مهمی نیست. اتفاق دیگه پیش میاد. به خاطر تو نزدیک بود ما رو بکشن. شاید مردن تو چیز بی‌معنی باشه، ولی به قول خودت اتفاق دیگه میفته، ولی مال من نه. اینجا مجازاتش میکنم، بکشینش. مارکیز خواهش میکنم. الان خوشحال شدی یه میخوای ادامه بدی؟ خدای من. مارگاریتا باید بریم، نونیو منتظرمه. نمیدونم برای چی اومدی مدرسه. کلن هرچی اینجا درس میدی دروغه. میخوام متوجه بشی آلونسو. نمیتونم. من مقصرم و باید مجازات شم. افتادن ایرنه یه اتفاق بود. اتفاقم پیش میاد. ولی یه بیگناه داره به خاطر من مجازات میشه. احساس میکنم که دارم خودم اونو میکشم پدر. باید یه کاری بکنم. نه بذار برم پدر، خواهش پسرم میکنم. عادلانه نیست، ولی خواهش میکنم. نمیتونم تو رو از دست بدم. مادرتم ناعادلانه کشتن. الان تو نجات پیدا کردی، انگار زندگی رو بهت برگردوندن. اینطوری بهش نگاه کن. ولی پدر خواهش میکنم. خیلی خوب. با اینکه بچه است ولی میفهمه کاری که من کردم برعکس اون چیزایی که همیشه بهش گفتم. اشکالی نداره رئیس، اینم جزئی از بالغ شدنه. اون باید بدونه که بعضی وقت باید خودخواه باشه، هر چقدرم که خلاف اصول باشه. نمیدونم ساتور، ولی من میدونم. به خاطر همینم است که مثل شما پایبند اصول نیستم تا مشکلات کمتری داشته باشم. ولی خب شاید یه مزیت داره. میتونید به عنوان عقاب سرخ اون دختره رو نجات بدین. آره، ولی اگه این کارم بکنم بازم مجبور هر چی داره بذاره و از اینجا بره. شما به عنوان یه قهرمان سخاوتمندانه با مردم رفتار میکنین. این یه ور قضیه است. اون ور قضیه هم این که شما به عنوان یه پدر باید کار درست انجام بدی. چاره دیگه ای نداشتم. این دیگه چیه؟ روی میز پدر آلخاندرو بود. ولی این که سفیده. نه، سوراخای کوچیکی روش داره. خب آره، شاید تو سومه موریانه باشه رئیس، درست میگم؟ صبر کن ساتور، صبر کن، تکون نخور. چی شده؟ این یه صورت فلکیه. تکون بخورم؟ آره. چیه؟ یه صورت فلکی.
منظورتون این نیست که باید برگردیم صومعه؟ نه تو نه، تو بمون مواظب آلونسو باش. باش. یه صورت فلکی. از آزادیت لذت میبری پدر الخاندرو. افراد من پیش از طلوع خورشید اینجا منتظرتن. یا انجیلو تحویل میدی و یا مادرت میمیره.